معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. بازی‌های ملی و خلقی. درود شما ارجمند. سامعین گرامی، بعضی بازی‌های ملی و خلقی نمایشی اند که از زمان‌های قدیم تا امروز در بین مردم تاجیک رایج بوده، از جانب هنرمندان، مسخره‌بازان و شیرینکاران خلقی در معرکه‌ها، محفل‌ها و جشن و عیدها همچون درام خلقی اجرا کرده می‌شدند. بازی‌های داربازی، مسخره‌بازی، قافیه‌بازی، برفی، البستی بازی، دیوبازی و گرگ‌بازی، یورمان‌بازی و سغربازی، عقاب‌بازی و کفتربازی، بیدانه‌بازی و کهک‌بازی، اسپک‌بازی و شالبازی از جمله چنین بازی‌های نمایشی بودند. بازی‌های ملی و خلقی برای رشد عقل، ادراک، احساس، تخیل، اراده، دقت، خاطره و امثال اینها سهم کلان می‌گذارند. بازی‌های مردمی فعالیت‌هایی اند که همچون واسطه تفریحی و دلخوشی در بین مردم نوابسته به سن و سال از زمان‌های قدیم تا امروز برای تربیت ورزشی، اخلاقی و زیبایی شناسی انسان خدمت می‌کند. عموماً برخی از فعالیت‌های آدمی به مانند رقص، نمایش، موسیقی، بازی‌های رسم و آیین‌ها مثلا در نوروز و مهرگان نیز مربوط به بازی‌های ملی و خلقی می‌باشند که ریشه آنها به زمان‌های باستان می‌رسد. تمام جشن و عید، معرکه و توی‌ها، پیروزی و دیگر محفل‌های خرسندی مردم تاجیک را بدون بازی‌های ملی و خلقی تصور کردن غیر امکان است. در شاهنامه فردوسی در این باره زیاد یادآور شده است. سری شهریاران و رسم اندر است، تو را دل به بازی و بزم اندر است. برخی از این بازی‌های ملی و خلقی از زمان‌های باستان تا روزگار ما رسیدند. نام برخی از قدیم‌ترین بازی‌های ملی و خلقی تاجیکان با زبان فارسی میانه در کتاب خسرو و ردک آمده است که بیشتر آنها تا به امروز در بین تاجیکان دیده می‌شوند. رسنبازی، زنجیربازی، داربازی، ماربازی، چنبربازی، تیروازی، ویندوازی، بندبازی، اندروایوازی، معلق زدن، زینوازی، چابکی و مهارت در کاربرد جنگ افزار، گویبازی، شمشیربازی، دشنوازی، خنجربازی، وروازی، گربازی، شیشه‌بازی یعنی بازی با پیاله و سوراخی و غیره. در آثار تاریخی، فلسفی و ادبی بیش از 1000 ساله فارس تاجیک و در فرهنگ‌ها اشاره شده است که بازی در گذشته همچون واسطه تفریح با مذهب آمیخته بوده است. به مناسبت جشن‌های مذهبی نیز مسابقه‌ها، بازی‌ها، رقص و سرودخوانی‌ها برگزار می‌شدند. در آثار ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بازی‌های ملی و خلقی و مانند لعبت‌بازی، راستبازی، طبل‌بازی و شاهدبازی، شمشیربازی و شب‌بازی، گشادبازی و مهربازی، نیزه‌بازی، بازی و غیره اشارت شده است. یک بخش مهمی بازی‌های ملی و خلقی بازی‌های کودکانه می‌باشند. این بازی‌ها را کلانسالان به کودکان یاد می‌دهند و خود آنها روند بازی را اداره کرده آنها را به راه درست روانه می‌سازند. در این بازی‌ها کلانسالان ترانه‌ها خوانده، سخن‌های شوخی‌آمیز کودکانه می‌گویند و حرکت‌های ساده می‌کنند. مثلا بازی‌های سرک، حدرسی، حوزک، لیلک، دادری دادران، شطوری لوکه، آبولک، دارباز، سگکم، آگولکم از جمله چنین بازی‌هایی میباشند که کلانسالان با واسطه حرکت پنجه دست، پای، لب، دهان، قیافه بازی کودک را سرگرم می‌نمایند. کلانسالان هنگام نخستین حرکت کودک با او بازی می‌کنند. مثلا مادر، اپا، عمه، خاله با کودک بازیکنان سخنان زیرین را به کار می‌برند.
چکده زن، چکده، چکده زن، چکده. زمانی که بچه حرکتی قدم زدن می کند می گوید لوکا لوکا کن، دوکا دوکا کن، یا که توتو توتوی، خدا همراهش توتوی، یا که تتای پاپو انگور لاله بگو بخو بودا بیا دختری ما. پدر بابا اکا هنگامی با کودک بازی کردن از چنین حرکت ها استفاده می نمایند. مثلا پدر کودکش را به سری دست گرفته با او بازی کنان می گوید تربوز غلانی داده، خیمچه لرزانی داده، تنور تفسانی داده، فتیر چسبانی داده، نخود بریانی داده. وقتی که پدر با کودک 2 تا 3 ساله مشغول بازی می شود، او را در کنار شینانده انگشت اشارت و مبینیش را در شکل 2 پای کرده به سمت کودک اول آهسته آهسته و بعداً تیز تیز بیرفت گویان به بدن وی نزدیک می شود و او را خلا می کند که کودکان از چنین بازی های کلانسالان به ذوق می آیند. چنین بازی ها در اصل بازی کلانسالان با کودک است که آنها را به حرکت کردن، قدم زدن، گفتگو کردن وادار می نماید. بخش دیگری بازی‌های ملی و خلقی خاص نورسان و جوانان بوده. بیشتر برای نشان دادن مهارت، کوشش در بین همسالان پیدا کردن موقع معین روانه کرده شده است. آنها نیروی عقلانی، جسمانی، چستی و چالاکی و تحمل خویش را در چنین بازی‌ها نشان می‌دهند. اتل متل، سفید چوبک، سنچه بازی، تسمه بازی، بورپرک و بجور بازی، شودبور، اسب گیرک، لولچینی، روزشوکون، تخم بازی، فلخمان بازی و لای بازی، قال بازی، اسبک بازی و تخم جنگ، خروس جنگ و چورمغز بازی، پادشاه بازی و چیستانگویی، چیستان بلبلان، مکتب بازی و برف بازی، یک مولک بازی، تیزگویک، قافیه بازی، مشاعره و بیت برک، نرد بازی، شطرنج بازی و باز چندین بازی دیگر از جمله چنین بازی ها می باشند. در اکثر این بازی ها دختران خیلی فعالانه اشتراک می نمایند. علاوه بر این دختران باز بازی های مخصوصی خود را به مانند لختک بازی، زوچه بازی، عروس بازی، سنچه بازی و مهمان بازی و غیره دارند که در بین پسر بچگان موجود نیست. بازی‌های ملی و خلقی بزکشی، گشتینگیری، پیاده کشک، لگلگ بازی، چوگان بازی و سراسپه، زربازی، قبق، نیزه بازی و غیره بیشتر در بین کلانسالان معروف است. بعضی بازی‌های ملی و خلقی نمایشی‌اند که از زمان‌های قدیم تا امروز در بین مردم تاجیک رایج بوده. از جانب هنرمندان، مسخره‌بازان، شیرینکاران خلقی در معرکه‌ها، محفل‌ها و جشن و عیدها همچون درامای خلقی اجرا کرده می‌شوند. بازی‌های ملی و خلقی برای رشد عقل، ادراک، احساس، تخیل، اراده، دقت و خاطره و امثال اینها سهمی کلان می‌گذارد. شنونده‌های گرامی، این بود چند معلومات مختصر در رابطه با هنرهای مردمی، بازی‌های ملی و خلقی. یادت کنم دلم به فریاد آید، نام تو برم عمر شده یاد آید. یادت کنم دلم به فریاد آید، نام تو برم عمر شده یاد آید. هرگاه که مرا حدیث تو یاد آید، هرگاه که مرا حدیث تو یاد آید، با من در دیوار به فریاد آید، با من در دیوار به فریاد آید. کوبک سنگ میزنه قطره به ناز، یارم بر روا رود جانم بگداز. کوبک سنگ میزنه قطره به ناز، یارم بر روا رود جانم بگداز. نفسی ترسایی، خواهم که به پیش بندم به ترسایی. ای دلبری ایسا نفسی ترسایی، خواهم که به پیش بندم به ترسایی. گه عشق دیده ای ترم خوش کنی، گه عشق دیده ای ترم خوش کنی. گه بر لب خوش که من لبی ترسایی، گه بر لب خوش که من لبی ترسایی. کوبک سن بزنم قطره به ناز، یارم بر روا روی جانم بر
بگناز کوگک سر سن میزنه خطر بناز یارم بره باره و جانم بگناز فریادا کارم به یک فنیگار افتادا با فریادا زیش با فریادا کارم به یک فنیگار افتادا گردادی منی شکسته دادا دادا گردادی منی شکسته دادا دادا ورنه منویش هرچی بودا بودا ورنه منویش هرچی بودا بودا کوگک سری سن میزنه قبر بناز یارم بره باره و جانم بگداد کوگک سری سن میزنه قبر بناز یارم بره باره و جانم بگداد کوگک سری سن میزنه قبر بناز یارم بره باره و جانم بگداد کوگک سری سن میزنه قبر بناز یارم بره باره و جانم بگداد پایان برنامه از سلسله هنرهای مردمی. در تهیه و پخش آن صدابردار دلشاد میرزا، کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر گلستان کریم و صحنه گرفتند. شاد بمانید.